ارچل رو که میشناسید. این بازیگر جوان خوش‌آتیه تونسته با سبک بازی خاص خودش و با یه چهره اصیل به راحتی به یه بازیگر محبوب تبدیل بشه. استایل و چهره هانده ارچل باعث موفقیتش در حرفه مدلینگ هم شده، تا جایی که برای بهترین برندهای ترکیه تبلیغ میکنه. بنابراین طرفداراش همیشه چشمشون به هانده است که چی میپوشه و بیشتر از چه برندی استفاده میکنه. هانده که بین ترک‌ها معروف به خوش لباس بودنه، تونسته با پیدا کردن یه الگوی خاص با ترکیبی از سنت و مدرنیته سبک جدیدی برای خودش و طرفداراش درست کنه. اگه میخواید در مورد سبک لباس پوشیدن هانده اطلاعات بیشتری به دست بیارید، همین حالا دکمه عضویت رو بزنید و این ویدیو رو از دست ندید. برای اینکه جز اولین کسانی باشید که ویدیو ما رو میبینید، همین حالا دکمه زنگوله رو بزنید. هانده ارچل همیشه خوش لباس بوده و لباسهای مد روز و شیکی میپوشه، اما از طرفی اون علاقه زیادی به پوشیدن لباسهای کلاسیک داره. همینطور که توی این عکس‌ها میبینید گاهی اون حتی شبیه مادر بزرگا لباس میپوشه. هانده از لباسهای خوشبرش و خوشدوخت کلاسیک استفاده میکنه. اخیراً در فیلم مست عشق هم بازی ایرانی ها شده و تجربه پوشیدن لباسهای کلاسیک توی این فیلم باعث شده بود از پوشیدن این سبک لباس و این مدل آرایش توی رسانه ها ابراز خرسندی کنه. هانده به رنگ قرمز علاقه زیادی داره، به خاطر همین هم طرفداراش اون رو بیشتر با لباس قرمز به خاطر میارن. اون از لباسهای قرمز برند کوتون استفاده کرده. اون توی مراسم ختم مادرش با تیپ کاملا ساده دیده شده و همین موضوع نشون دهنده موقعیت شناسی هانده در لباس پوشیدنه، چیزی که توی بازیگرای ایرانی کمتر دیده میشه. استایل و میمیک صورت هانده ارچل به این دلیل که شباهت زیادی به ترکای اصیل داره و اصالت خودش رو حفظ کرده، باعث شده محبوب بشه و خیلی از برندهای ترک برای معرفی برندشون به هانده روی بیارن. بنابراین شما میتونید سبک لباس پوشیدن ترکی رو به وضوح در هانده ارچل ببینید. دیلک، طراح لباس مشهور ترکی که طراح لباس جانسو دره هم هست، برای هانده هم طراحی لباس کرده. تیپ اسپورت هانده از برندهای معروف ترکیه و برند نایک است. هانده یه رقصنده حرفه‌ای و برای همین هم باید به شدت ورزش کنه. اون استایل‌های مختلف ورزشی رو هم امتحان کرده. پیراهن کوتاه، بلوز دامن، تاپ شلوار، ست لباس جین از نمونه لباسایی که هانده در حالت معمول میپوشه. مدل موهای هانده ارچل معمولا ساده است و برای برند لورئال و فندی هم تبلیغ کرده. هانده کلکسیونی از لباسهای جین داره. اون صاحب یکی از بزرگترین کلکسیون‌های لباس در بین بازیگران ترکه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و طرفدار هانده هستید، دکمه لایک رو بزنید. راستی شما کدوم استایل هانده رو بیشتر دوست دارید؟